سلام، وقت بخیر خدمت همه شما همراهان عزیز. تو این جلسه از آموزش پایتون میریم سراغ بحث کامنت ها و اینکه کامنت ها چی هستن و ما چه استفاده هایی میتونیم از اون بکنیم. ببینید، زمانی که من دارم روی یک پروژه کار میکنم کدهای زیادی رو مینویسم و یک مدت که بگذره اون فانکشن ها، اون توابع و دستوراتی که نوشتم، کدهای پایتونی که نوشتم ممکنه از یادم بره و نفهمم که این کد چی کاری انجام میداده. برای همین من میام یک توضیحاتی رو برای خودم داخل اون کد می نویسم و هر بار که به اون کد مراجعه کنم اون توضیحات کوتاه رو میخونم. مثلا میگم این دستور برای ثبت نام کاربره. اگر اینو نوشته باشم باید اون دستور کل اون کدها رو بخونم تا بفهم چی کار میکنه، ولی با یک کامنت ساده من میتونم این کار رو انجام بدم. پس یکی از ویژگی های کامنت ها برای توضیح دادن کد ها است. یکی دیگه از ویژگی های خوبش برای خوانایی کد ها است. من زمانی که کدهای زیادی دارم و بین اونها کامنت های مختلفی رو بذارم، هر خط مشخص میشه که چه کاری انجام میده، یا مثلا هر بلاک مشخصه چه کاری انجام میده، پس خوانایی کد هم خیلی بالاتر میره. و یکی از ویژگی های دیگهش برای زمانی هست که ما یک خطایی داخل برنامه‌مون داشته باشیم، یک اروری داشته باشیم و بخوایم اون ارور رو برطرف کنیم. میخوایم یک خط کدی که نوشتیم مثلا خط دومش اجرا نشه، ولی داخل کد هامون داشته باشیمش، پس پاکش نمی‌کنیم و میایم از کامنت ها استفاده می‌کنیم. من اینجا یه دونه پرینت می‌نویسم به اسم hello world. بعد از اون میام یک پرینت می‌نویسم، مثلا میگم این عدد ضرب در این عدد و حالا دستور خودم رو اجرا میکنم. حالا من مثال‌های پیچیده‌تری نمیزنم چون هنوز با دستورات پایتون آشنا نشدیم که شما راحت‌تر درکش کنید. اینجا من 2 تا دستور الان دارم. من میتونم برای این دستورم یک راهنمایی بنویسم. مثلا چه راهنمایی؟ هر چیزی که بخوام بنویسم اولش باید شارپ رو بذارم. کامنت ها داخل پایتون با شارپ شروع میشن و اینجا هر دستوری که دوست داشتم مینویسم. مثلا میگم print hello world، یعنی این دستور hello world رو برای من چاپ میکنه. و برای این هم میتونم یک دستور دیگه، یک کامنت دیگه بنویسم و مثلا میگم این عدد ضرب در این عدد. حالا اینجا من چون دستوراتم ساده هست اینو نوشتم، ولی خب شما هر چیزی که دوست داشتید میتونید بنویسید. پس یکی از روشاش برای راهنمایی کدها، برای توضیح دادن کدها و خوانایی اون. من دیگه هر وقتی که بیام این خط کد رو که نگاه کنم، کامنتش رو نگاه میکنم و میفهمم چه کاری انجام میده. من میتونم کامنت ها رو هر جایی که دوست داشتم این آخر هم میتونم بذارم. ببینید من این آخر میذارم، شارپ رو میذارم و دستورات خودم رو مینویسم. حالا من ممکنه یک خطایی داخل برنامه باشه و بخوام این خط اجرا نشه، ولی داخل کدها داشته باشمش که بعداً شاید دوباره خواستم ازش استفاده کنم. من میام اینجا اولش یک شارپ میذارم، و این خودش کامنت میشه. کلید میانبر برای این که بخوام یک کامنت رو بذارم کنترل و اسلش هست. اگه بخوام کامنت چند خطی هم بنویسم دیگه از همین روش میتونم استفاده کنم. مثلا برای این داخل خط بعدش میتونم ادامهش رو اینجا بنویسم، هر چیزی که بود، و یک کامنت چند خطی رو ایجاد کنم. یک دستور دیگه هم داریم که من 3 تا کوتیشن رو میذارم به این صورت و الان میتونم بین این 3 تا کوتیشن برای خودم کامنت بنویسم. از این روش برای توضیح دادن اول یک تابع یا فانکشن استفاده میشه. اینجا دیگه من هر کدی که بنویسم نیاز به شارپ ندارم. پس من از کامنت های چند خطی میتونم به این روش هم استفاده کنم. 3 تا کوتیشن اول و 3 تا هم آخر. هم میتونید از دابل کوتیشن استفاده کنید و هم از سینگل کوتیشن. پس اینم از کامنت های چند خطی. پس یه بار دیگه بخوام براتون خلاصه بگم، ما از کامنت ها برای رفع ارورهای برنامه توضیح دادن و خوانایی کدها استفاده میکنیم. شما هم بهتره برای برنامه‌هاتون کامنت ها رو بذارید که بعداً بفهمید چه کاری انجام دادید و کدهاتون چی کار میکنن. خب اینم از مبحث کامنت ها که بس کوتاهی بود، خیلی چیز نکته خاصی نداشت. میریم برای جلسه بعد.